در مسئله جنگ و جنگجال خانوادگی خواهر دلارام که پرسیدید، اولا همین چیز را باید همگی قبول کنیم که یگان خانه نیست که در آن جنگ و جنگجال نباشد. کدام زنی که 100% به همه کارهای شوهرش موافق است و شخصیت ندارد، یا کدام مردی که 100% همه گپ‌های زنش را میگوید او هم یک شخصیت ندارد. انسان باید فکر مستقل داشته باشد و اختلاف باید باشد، لیکن معنای اختلاف جنگ و جنگجال کردن و حقارت و دشنام و پناه به الله در ماه رمضان حتی پدر و مادر و خواهرگویان یکدیگر را طعنه کردن و حقارت کردن نیست. و به جنگ و جنگجال های خانوادگی اگر نگاه کنیم، چه خیلی گفتم خانه ای نیست که به جنگ و جنگجال باشد. اکثریت جنگ و جنگجال های خانوادگی ما سبب اساسیش یک چیزهایی هست که ارزش عصب ویران کنی را ندارد. به خاطر یک چیزهای با همدیگر می جنگیم که اگر درستتر سلیمانه دربارش فکر کردیم می بینید که اصلا ارزش نداشت. برای همین در ماه رمضان وقتی عصبتون به چیزی از کاری همسر که زن باشد که مرد ویران شد، اولا به خود سوال دهید که آیا ارزش دارد که من برای همین چیز عصبی خود را ویران کنم؟ یکی می نشینید از گذشته ها گپ می زنید، یکی می نشینید درباره یک خوراک عادی، یکی می نشینید از چیز دیگر، در حالی که با یک ویران شدن عصب شما هم می دانید، من هم می دانم که انسان چقدر بیماری ها را در داخل خود جای می کند. برای همین بهترین چیز در این مسئله نادیده گرفتن بعضی خطاهای همدیگر است. این معنیش این نیست که به گناه کبیره همسر تو آلوده است، همسر تو هیچ شرم نداشته غیبت میکند، دشنام میکند، کارهای دیگر میکند، تو به همه آن سرخم میکنی. نه، باید همدیگر رو اصلاح کرد. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودت را، اهل بیتت را، اول شده همسرت را باید نجات دهی از آتش دوزخ، از هر کاری که تو را به گناه میبرد. لیکن طرزی یکدیگر را اصلاح کردن با جنگ و جنگجال و با تماما عصبی خود را ویران کردن و حقارت و دشنام نمی شود. و خصوصا هر مردی که زنی نمازخوان دارد، زنی دارد که او در نمازش پابرجا هست و نه به گناه های کبیره دست میزند، شاید یک کم بعضی مشکلی ها که در همه انسان ها هست و الله چی میگوید؟ عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. شما بعضی چیز رو بد میبینید در همسر خود، در حالی که الله در آن چیز خیری خیلی زیادی را جای کرده است. شاید آیت رو خطا گفته باشم، لیکن معنای آیت در سوره نساء همین است. یعنی شما بعضی چیز را شاید در یکدیگر بد میبینید، اما الله در یعنی این پیوستی شما زن و شوهری شما خیلی زیادی را جای کرده است. برای همین به خاطر جنگ و جنگجال ها کم شدن، اولا پیش از به یک کلمه گرفته به جنگ روان شدن فکر کنید که آیا ارزش دارد که الان به خاطر همین سخن من بجنگم. دوم این است که با جنگ کردن من چرا میتوانم اصلاح کنم؟ یعنی دوام جنگ چی میشود؟ با جنگ کاری رو اصلاح کرده توانستی که بعضی ها در حقیقت تبر مسلمانند، تو داد و فغان نکردی آنها یگان کار رو نمیکنن. این گونه یعنی همین طبع انسان ها یا همین گونه خاراکتردار انسان ها هستند. اما اکثریت خصوصا در زن و شوهری با یک کلمه خوب همدیگر رو میفهمیده ها هم کم نیستن. یعنی ببینید که آیا جنگی که شما میکنید چی نتیجه میگیرد؟ از این نگاه مراد حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ اگر مراد حاصل شدنی بود چیزی دیگر. و سبحان الله حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر خود اصلا غضب نمی کردن. غضبی که پیامبر میکردن در حدود حرام کرده های الله بود. یعنی پیامبر مرا چرا این گفتی و آن گفته نه، چرا این چیز گناه هست و به آن دست زدی میگفتن. و اگر برگشت ما به قرآن باشد، به زندگی پیامبر باشد، ما اینقدر خودخواه و نفس پرست نباشیم، جنگ و جنگجال ها در خانه ها خیلی کم می شود. و چیزی دیگر خواهر دلارام جان در مسئله زن و شوهری، حاضر یک عباره در زبانی اساساً زنها چرخ میزند، حقوق من و حق من گفتن که زن این گونه حق دارد، من این گونه حقوق دارم. زنی که فقط از پی حق و حقوقش میگردد و عائله آرام بنا کرده نمیتواند. در عائله باید یک نفر قفاکشی کند به خاطر فرزندان، به خاطر
زندگیت مستحکم بودن. به خاطر اینکه دنیای دو روزه رو با سرگردانی نگذرانی، باید از بعض حق و حقوقهای خود دست کشی. من نمیگویم کلا دست کش و غلام، یعنی مثل غلامان زندگی کن، نه، زندگی کن اما تا اندازه اینه که حق و حقوقم گویان همیشه خانه خود را به جنگ و جنجال کشانه. سوال دیگر خواهر عایشه بفرمایند. عایشه نویسندگی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خانم بفرمایید. من جای کار قرار دارم، امیدوارم که آوازم هست، صداتون خوب است. هست، خوب است صداتون، بفرمایید. من همین یک سوال تشویش می‌کرد. وقتی که زن عملیات می‌شود، من به نظر دارم عملیات زنانه و اون خون روی جاری می‌شود و این خون حیض نیست. در این حالت روزه باید گیرد یا نگیرد؟ مادام میدانید که این خون از عملیات است، این تماما به چی رابطه ندارد. در مسئله حیض هیچ وابستگی ندارد. شما میدانید که این به سبب جراحی شما هست، در اینجا شما حکم معذور هستید، به اون خون تماما اهمیت نمیدید. حتی در داخل نماز جاری شود هم شما نماز رو دوام میدید، نماز رو هم میخوانید، روزه رو هم میگیرید و حتی همبستری هم ممکن است. یعنی در حالی که 100% میدانید که این خون حیض نیست، این فقط نتیجه همان جراحی هست. اگر در حالت جهل همین چیز رعایت نشده باشد، این روزهای خودروی چه میشود؟ دیگر قضا میشود خواهرم، قضا حساب میکنه. یک روز خودروی یک روز میگیره. به خاطر جهل که بود یک روز خودروی رو یک روز روزه میگیره. استاذم باز یک سوال دیگر، اگر که شوهر در وقت جنگ بگوید نویسد و که باید دیگر کشور قرار دارم نویسد که اگر که تو با من نویستی یا که زنگ زدی تو با من حرام میشوی و زن نویسد، در این حالت طلاق می‌گردد؟ اینجا کلمه حرام دو معنا دارد خواهرم، یکی به معنای طلاق، یکی به معنای یعنی گپ زدن با تو حرام. این رو چی میگویند؟ طلاق کنایوی میگویند. و در سوره تحریمه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، ای پیامبر چرا چیزی که به تو الله حلال کرد حرام میکنی؟ در بعضی روایت ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خود نزدیکی کردن به ماریه رو حرام میکنند و این کلمه حرام به معنای طلاق زمانی میافتد که شوهر شما مقصد طلاق رو داشته باشد. اگر او گفت نه من به مقصد طلاق این رو نگفتم، که از نیت ها من و شما پرسیده نمیشویم، سوال و جواب نیت انسان ها در نزد الله هست، شما هیچ طلاق نمیافتید اگر نوشته باشید. و اگر گفت که مقصدی من طلاق بوده تو نوشتی، در اینجا یک کلمه حرام فقط یک طلاق میافتد. این طلاق متاسفانه نوشته شده حساب میماند. دوباره دیگر اگر همین گونه کلمه طلاق افتاد بعدن طلاق کامل میافتد. بعد از یک طلاق زن و شوهر میتوانند مادامی که شوهر پشیمان شد و آشتی کرد زندگی را دوام دهند بدون نکاح. مادامی که عده نگذشته است، یعنی یک بار زن حیض ندیده است، این رو در داخل عده، یا زن حامله باشد تا تولد کردن، اگر زن حیض نبیند تا 3 ماه هجری به یگان نکاح بعد از یکم طلاق یا دویم طلاق زن و شوهر زندگی کرده میتوانند، که نامش رو طلاق رجعی میگویند در شریعت. جزاک الله خیر. و یکم خواهر حنیفه شما بفرمایید خواهرم. استاد جان سوال من همینه که آیا درست است که بعضی استادان تجوید با صفت مخرج و حالتهای حرف اونقدر سخت دقت میدهند که طالبات تنها تجوید میخوانند و فکر میکنند که تمام علم دین فقط تجوید است؟ و آیا حق است که به شاگردان چندین باور دادند که اگر صفت حرف کمی خلل یابد معنای آن آیت کاملا دیگر میشود؟ همین چنین است؟ خواهر حنیفه جان سوال خیلی بجا دادید. راستی من در همین مسئله صحبت کردنی بودم کیها که به گوش من هم میرسد که الان استاذه های تجوید پیدا شدگی هستند که تجوید رو به یک درجه علمی برآوردن که یگان انسان دیگر تجوید خوانده نمیتواند. با یک حرف صاد یا با یک حرف مثلا ضاد یا عین، اینها 3 ماه یک طلبه رو سرش رو گرنگ میکنن.
در حالی که به تجوید نگاه کنیم، اگر تو حتی اخفا نکردی معنای قرآن ویران نمی شود. معنای قرآن وقتی ضمه، کسره، فتحه رو ای او اینها رو خطا خواندی، الف رو نکشیدی، بعدا معنای قرآن ویران می شود، تو گناهگار می شوی. آن هم اگر دیده و دانسته کنی، نه دانسته کردی به این گناهگار نمی شوی. بعد مدها رو 4 الف نبود 2 الف کشیدی، مثلا مد متصل یا منفصل رو، معنای قرآن دیگر نمی شود. یا مثلا تو بخبر حرفی صاد رو مثلا مخرجی از مخرجش برآوردی صاد، لیکن اینقدر قوی نکردی، مثلا صفیر صفتش رو ندادی یا گفتیم تفخیمیش رو کم کردی، با این معنای قرآن دیگر نمی شود. این گونه مثلا تجوید رو سخت گرفتن که دیگر مردم یقین کنند که ما هیچ تجوید آموخته نمیتوانیم و عمل کردن قرآن یک طرف ماند و شما 20 سال خود رو به تجوید گذرانید. این غلو است. غلو یعنی از حد یک چیز رو سخت گیری کردن و مخصوص در همین مسئله حدیث در مسند امام احمد از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اقرأوا القرآن، قرآن رو بخوانید، ولا تغلو فیه، زیاده روی در آن نکنید. بعضیا میگن زیاده روی اینکه شب و روز یا قرآن میخونی و به تمام زندگی نگاه نمیکنی، یک معناش اینقدر سخت به خواندن اون تجویداش نگاه نکنید که این طرف خطا کردم اون طرف رو درست کردم، یعنی از حد زیاده روی نکنید. و در دوامش میگن ولا تستکثروا به، و طلب دنیا نکنید، ولا تاکلوا به، با قرآن نخورید، قرآن رو بخونید، عمل کنید. ولا تهجوا عنه هم بود در داخل حدیث، خطا نکنم که یعنی کلا ترکم نکنید. خواهران عزیز، آنهایی که اینقدر مردم رو تجوید میکنید، قرآن نازل شد برای اور خواندن و اما عمل کردن. عبدالله ابن مسعود میگویند رضی الله عنه، میگویند صحابه 10 آیت رو تو معنیش رو فهمیده عمل نکردن به 10 آیت دیگر نمیگذاشتن. غرض قرآن فقط تجوید نه، غرض قرآن به آن عمل کردن. به قرآن عمل میکنید که شما مؤمنی کامل میشوید. از لا یغتب بعضکم بعضا خبر نیست، از کلمه مثلا ولا یسخر قوم من قوم خبر نیست، از آیت های آداب، از آیت های مناسبت با شوهر، از آیت های مناسبت با فرزندان، از آیت های حلال و حرام خبر نیست. فقط مردم را صادت خطا، قای تو خطا، عین تو خطا، قرآنت خطا، تجویدت خطا. با این مردم رو کجا میبریم؟ کی با این اصلاح می شود؟ یعنی این چیز خیلی غلط است که یک خواهر 2 ماه تجوید خواند، ببخشید، بعد از این 10 سال یک نفر رو بگوید که تو تجویدت خطا، در حالی که اون نفر 20 جز حفظ کردگی است، 10 جز حفظ کردگی است، 5 جز حفظ کردگی است. من از همین جا میگویم کسی که اخفا نمی کند، اقلاب نمی کند، او گناهگار نمی شود. او آره یک قاعده خورد تجوید را نگاه نکرد، نمازش درست است. کسی که سا رو سا گفت یا کسی که تا رو تا گفت، با این گناهگار نمی شود. کسی که مد را نکشید یا گفتیم من حرف داد را ز گفت، او خطا می شود. تو عاد بگو، نه کمی حرف دادت بی‌ضبط‌تر است، تمام تجوید تو خطا. این خیلی کدام مردم تجوید یاد میگیرد؟ یک تجوید ساختن که ببخشید به نزدیکی شنیدم که حتی بعضی قراهای مشهور عرب رو میگن و بعضی حرفاش خطا هست. تو چی؟ یک جز قرآن حفظ کردگی نیست. یعنی همت بعضیشون این است که حتی یک جز قرآن رو حفظ کرده سپرده نمیتواند، کجا رسد به عمل کردن. یعنی این یک فتنه دیگر است، یک فتنه دیگر است که مردم رو گریزانیدن از تجوید، مردم رو گریزانیدن از قرآن. من میگویم پیرزنی که در دستش کتاب قرآن خطا میخواند، از پیرزنی که من تجوید رو هیچ یاد نمیگیرم، گویم قرآن رو یک طرف کناره کرده است و کتاب الله رو به دست نمیگیرد، 100 مراتب درجهش بالا هست. مردم رو به قرآن کشانید، بگوید قرآن کلام الله، صفت الله، تو بیا او میرود. مردم رو به قرآن محبتش رو زیاد کنید. با یک حرف تا 10 ثواب میگیری. اگر امروز خطا کردی پگاه درست میکنی. اگر زبان تو تماما درست کردنی نیست، خداوند شاهد است از قدرت های تو. نباید این کنه مردم رو با تجوید سخت گیری کنید که دیگر مردم بگوید من هیچ تجوید یاد نمیگیرم، این گونه علم است که هیچ یاد نمیگیرم. باور کنید در خود مصر به صنف 4 و 5 تجوید رو در یک مدت کوتاه یاد میدهند. به طلبه هایی که یا به کودکچه هایی که 5 ساله هستند و 4 ساله هستند در مکتب، در یک در
باغچه بچه ها در یک کوتاه یک وقت معنای تجوید رو یاد میگیرند. کودک ها در 10 سالگی الکی 10 پاره 15 پاره قرآن حفظ میکنند. الکی سوره همزه درباره چی گپ میزند میدونند، سوره فیل درباره چی گپ میزند میدونند. نه این مثل بعضی استاذه هایی که 10 سال عمرشون فقط تجوید، باز مردم رو طعنه میکنند که استاد تو خطا میخونه، تجوید فلانی خطا است، شما تجوید ندارید، شما درس نکنید، درس ندهید. ننگ است. این گونه نباید از پیش خود دروغ فتوا داد و گفته ایستادم کسی که صفات حرفا رو خطا میکند او گناهگار نمیشود. آره او ماهر در قرآن است اما با این گناهگار نمیشود. خواهر حنیفه سوال دادید که صفت حرف مثلا غوثی حرف رو باریک کرده مگر معنای قرآن دیگر میشود؟ دیگر نمیشود. را گفته اگر خوند به این گناهگار نمیشود. آره تجویدش خوشرو نیست اما به این گناهگار نمیشود و نباید این گونه تجوید رو سختگیری کنیم که عیناً همین حدیث پیامبر است در مسند امام احمد، ولا تغلو فیه، از حد نگذرانید در قرآن که مردم از قرآن گریخته رود. و یکم خواهر مهینه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. دادا جان من همین پرسیدنی بودم که حدیث پیغمبر ما سلام آمده است که اگر حقوق زن در خانه بالا باشد در آن خانه لعنت الله است گفتند. خیلی بخشت فراموش کردم در گپ دروغ است. یگان اساس ندارد این گپ. هر جایی که زن احترام می شود برعکس حدیث است. هر کسی که زن رو احترام میکند او خود صاحب احترام است. یعنی جوان مردهای حقیقی حق زن رو میدانند، حق مادر، حق خواهر، حق دختر، حق همسر رو. در خانه که حق مادر و حق دختر یا حق زن اگر به جایش مانده شود و او را احترام کنند، در آن خانه برعکس نورون علی نور می شود. فرزندها هم یاد میگیرند احترام کردن رو. گپ دروغ است که زن اگر احترامش بالا شد در آن خانه بدبختی می آید چیز دیگر. این باز همان دشمنان زن علل خصوص دشمنان اسلام با نام اسلام این گونه حدیث را برآوردن. وگرنه شما نگاه کنید به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما باید تمام عبرت خود را بیا بی و امی از پیامبر بگیریم که همسران خود را چگونه احترام میکردند، چگونه با آنها مناسبت میداشتند. او را پدر را دیدید که برای دخترش از جایش خیزد. پیامبر صلی الله علیه و سلم و دختر خود فاطمه از جایشون خسته پیشواز میگرفتند. به خانه‌اش روند میگفتند از جایت نجنبم نزدت مینشینم. یعنی این ارکه کردن یا احترام پیامبر نسبت دختر خود بود. اگر از زندگی پیامبر درباره خدیجه و درباره حضرت عایشه یا دیگر حضرت صفیه صحبت کنیم میبینید که بهترین مرد با زنهای خود، بهترین پدر با دختران خود بودند. خواهر حلیمه بفرمایید. استاد جان با یک پرسیدنی دیگرم بود. زود فقط. هم بفرمایید. دیگر رو میکروفون محکم کنید خواهرها. نو در آمده ها. استاد جان اکوب وقتی میگفتید که زن اگر وقتی که بیمار باشد از او زود همین ویدیلینی آید او میتواند مثال در 2-3 نماز همین تمپانی زنانای مونده نمازش را خونه. خواهر مسئله ویدیلینی از زنها تمام نمیشود. الحمدلله 5 سال است که ما درباره ویدیلینی جواب میدهیم. دربارش از اینترنت ببینید من جواب دادم. خواهر دیگر سوال بدهند. من خیلی در این باره زیاد جواب دادم. خواهرها گشته و برگشته جواب نمیدهم. خواهر موضوع شما بفرمایید. السلام علیکم. من باشم. علیکم السلام. هم بفرمایید. سوال داشتم درباره می حج عمره کمتر بیان میکرده معلومات میدادید. خواهر موضوع درباره عمره ما نوار کامل داریم. درباره عمره نوار کامل داریم و در آنجا هم گفته شده است که آسان‌ترین عبادت است. عمره مانند حج فرضی تا 5 روز 6 روز دوام نمی‌کند. شما چقان باشید در 1 ساعت 2 ساعت میکنید که فقط خصوصا زنها حتی احرام هم ندارند. حتی احرام هم نمیپوشند. با همان لباس خود از میقات که اساسا در هواپیما الکی به شما خبر میدن، نیت میکنید که خدایا لبیک اللهم عمره، من به عمره شروع کردم. بعد از رفتن با طواف کردن 2 رکعت نماز خواندن و بین صفا و مروه
7 بار چرخ زدن عمره شما تمام می شود که بعد از این شما باید یک مقدار کم تا 1 سانتی متر موی خود رو قیچی زنید. با همین عمرهتان تمام. یعنی عمره نه خیلی دعای مخصوص دارد، نه مانند حج فرضی مینا و مزدلفه و رمی و سنگ پرتابی و اینها ندارد. با از داخل عملیات نیت کردن و رفته 7 بار خانه کعبه رو دور زدن و 2 رکعت نماز خواندن و بین صفا و مروه 7 بار گشتن، دیگر شما عمرتان تمام می شود. یعنی خیلی آسان است. خواهر صفیه بفرمایند. خواهر صفیه هستید؟ هم بفرمایید. ها خواهر صفیه. صداتون کنده شدن خواهر صفیه. ها بفرمایید. السلام علیکم استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال بسیار شده بود که همین دختر رو چه خیلی تربیت کنیم که پسر بچه ها فریب داده نتوانند. سونه اگم کس اگر مثلا دختر بچه ها رو تهمت کنن به رویشان چه خیلی باشد؟ خواهر صفیه درباره تربیت دختر گفتید. اولا برای اینکه دخترک فریب نخورد، یکم باید در قلب او ترس الله را جای کرد. کی نامحرم است، کی دشمن تو هست. اسلام چگونه با مردهای بیگانه حتی نظر کردن رو حرام میگوید. همسنیفم و خویش و تبارم گویان مردهای یا بچه های بیگانه که نباید دوستی کنیم. اسلام این را حرام میکند. از الله بترس گویان قانون الله را باید در قلب کودک جای کرد. کودک از میدهیکی دخترچه بداند که او پدر دارد، برادر دارد، تقا دارد، یعنی محرم های خودش را دارد. بیرون از این محرم ها دیگر مردها به او بیگانه هستند. و دیدنی حاضر حتی سبحان الله اینقدر غرب میخواهد فساد کند کودکانمان را که ما را که خواهرها حتی مولتیکایشان، یعنی حتی مولت فیلم هایشان پر از فحش و پر از عشق بازی و پر از دختر و بچه ها را به همدیگر نزدیک کردن است که کودک از خردی فکر میکند که آنجا یک شاهزاده یا به گفته روسا پرنس او را انتظار است. باید به دخترچه از میدهکی بگویم که تو محرم خود را داری. مردهای بیگانه به تو دوست نمیشوند. مردهای بیگانه از تو را نمیخواهند. تا زمانی که ازدواج نکردی به یگان کس نباید باور کنی. تو باید همیشه چیزهایی که مشکلی هایی که داری با اهل خانواده خود حل کنی. و عشق بازی اگرچه در شعر و در سرود و در حتی کتاب ها و در فیلم ها هست، در اسلام این چیز حرام است. زنی مسلمان باید عاشق شوهر خودش باشد، شوهر نکاحی خودش باشد، نه اینکه یک مرد بیگانه را دوست می‌دارم گویان به گناه و به فحشا دست زند. و صفیه خواهر جان سوالی خیلی به مورد است، چون همین آخران وقت است که از داخل کشور بعضی جوان دخترها به من به تماس میبرند که من فریب خوردم، مرا این گونه فریب کردن، گفتن تو زنی من میشوی. من راضی شدم، با همین فکر کردم این نکاح هست، اما بعداً فهمیدم که این نکاح نبوده است. من چیکار کنم؟ پدر و مادرم بیخبرن. من فکر کردم من الکی در نکاح فلانی هستم. و چیزهایی هست که کلا یک دخترک را استفاده کردن. با نام تو را دوست می داشتم. ناموس زنها را مردهایی که میبرن امروز چگونه که در حدیث آمده است، امروز دختری کسی رو تو فریب میکنی، فردا دختری تو رو کسی دیگر فریب میکند. یعنی این گونه دزدان ناموس باید بدانند. اما با دخترک ها بدانیم، یعنی بگویم و که این چیز، یعنی با مرد بیگانه در ارتباط بودن هم در شریعت حرام است، هم خودت را قربان میکنی به یک انسانی که تو هیچ چیز نیست. بعد از نکاح این چیز دیگر همسر تو است، اهل خانه تو است، اما پیش از نکاح او به تو کی میشود؟ با مردهای بیگانه که همسنیف باشد، چه خاله بچه و عمک بچه، این چیزها رو کلاً به گوش کودک باید از خوردی جای کرد. و اما درباره تهمت کردن در سوره نور است. اولا اینکه کسی از تهمت بیرون نیست. صحابه ها، پیامبران، حتی همسر پاکیزه پیامبر حضرت عایشه را تهمت کرده بودند. تهمت خواه نوخواه همچون امتحان می شود، ولی آیت خداوند است: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخره. میگوید الله در دنیا و آخرت هر کسی که یک نفر رو تهمت میزند به فاحشگی و تهمت میزند به بیراهگی، در دنیا هم جزایش رو میگیرد.
هر چی که به سر دیگران آورد به سر خودش می آید، هم در آخرت او جزایش رو می گیرد. اما تربیه دخترچه ها خیلی مهم است، خیلی به آنها جای کرد که کلا تمام این فیلم و سریال هایی که امروز از بچه های مکتب شروع میکنند که گویا که دوست داشتن است و این یک حسیات و احساسات و چیزی دیگر است، که اینها همش حرام است، آتش جهنم است، آتش دنیا است. کسی و تقریبا خود احصائیات یا گفتیم شمارش های غربی بود که به نزدیکی خوانده بودم که اکثریت طلاق ها بین کسانی روبرو جاری شده ایستاده است یا اکثریت خانه های ویران شده ایستادند که پیشتر با همدیگر دوست پسری و دوست دختری یا عشق عاشقی کرده بودند. انا اینها طلاقشان زیاد است، برعکس آنهایی که همدیگر رو کم شناختند و بعد از ازدواج با همدیگر مستحکم شدند. خیلی چیزی مهم است که به دخترچه‌ها فهمانیم که باور نکن مرد بیگانه است، او به تو با یگان نظر محبت و دوستداری نگاه نمی کند. غرض آنها نزدیکی فیزیکی است. وقتی به مقصدش رسید تو رو مثل یک چیزی که تماما ارزش ندارد به یک طرف میپرتوید و از پی کار دیگر میشود. و حتی گفته ایستادم به مدفیلم ها نگاه کنیم که اکثریتش الکی از خردی کودک رو بیراه کردن رو یاد میدهد. استاد دیم سوالم داده میتونم؟ بگوید. در مسئله به شوهر دادن دخترانی من بلوغت برسیدد که مثلا وقتی خواستگارها میآیند اینش بنه و یش بنه، اینش باشد، علمش باشد، هم تو کند. خلاص هر باری هر کس میبیاد در همش عیب میکند، نمیگوید. پدر و مادر چه کنند در این حالت؟ مجبور کنند. میگوید مجبور کنید شما چه شریعت میدونید، برای مجبوری نیست گفتن. خواهر جان در مسئله دخترک که به 18 ساله 19 ساله رسید، یعنی سن سالش به این مرحله رسید، او شوهر کردن نمیخواهد و برای خود به گفتی خودمان ایدئال میکوبد که یک کسی باشد که تمام شرط شروط او رو نگاه کنند. در این مسئله این گونه یکم باید فهمانده شود که یک کسی که همه این شرط و شروط ها رو میبینه تو در دنیا پیدا کرده نمیتوانی. دنیا جنت نیست و مردم فرشته نیستن، خصوصا بخش در بین مردها کسی که 100% همه خواسته های تو رو اجرا کند و به شرط های تو باشد. دوم پدر در اینجا میتواند که من نمیگم مجبوری کند، کمی زوری کند، میتواند بگه دیگر قطعی قهریم، قطعی دیگر گپ نمیزنم. من خواهری رو میشناختم که میگوید پدرم گفت اگر همین خواستگاری حاضره که من شخصا میشناسم انسانی خوب است قبول نکردی، دیگر چیکار کنی که من دیگر یگان خیلی بین من و تو پدری و دختری نماند. من میگه سخنی پدر رو گرفتم و شوهر کردم و الحمدلله خیلی انسانی خوب آمد، از 4 فرزند دارد، شخصا میشناسم. و همین که خیلی سن تو 26 ساله شده ازدواج نکردگی، در آخر پدرش شرط موندگی است که دیگر بین من و تو هیچ چیز نیست، یعنی دیگر من از بحر تو بر این دختر میگذرم که تو با شرط و شروط هایت بمانی. اگر در اینجا باید پدر زوری کند، یعنی زوری این نیست که مجبورم به شوهر دهد، یعنی قطعی صحبت کند که دخترم سری من خم میشود، سن سالت یک جایی رسید و خواستگارها همانگونه که تو میخواهی همیشه نیستن. چگونه که ما میدانیم خصوصا در جامعه ما تاجیکا خواستگار برای دخترک‌ها در یک مرحله خیلی زیاد است. وقتی سن سالش به جایی رسید بعد از این یک نفرانی میآیند که دیگر یا در حقیقت بعضی کمبودی ها دارن یا حتی چیزهای دیگر، شرط نیست گفتنم. در اینجا پدر باید جدی باشد. یعنی اینجا شریعت، یعنی حکمت الله یگانه رو ببینید که شریعت ازدواج رو به دوش پدر و دختر مانده است. فقط به دوش دختر میماند. دخترها برای خود هر یک نفر رو رابین گود میساختند، مجنون میساختند و به کیم ها شوهر میکردند. فقط به دوش پدر اگر میماند، پدر که مرد است مثل خودش رو زیادتر گفتگو میکرد، یک انسانی باشد. برای اینکه نه این و نه آن باشد بین هر دو مانده است که هم دختر باید هم پدر باید اتفاق کند. وقتی دختر در یک روی خودکن سببش چی است، اگر شرط و شروط باشد مان، در اینجا پدر میتواند که یعنی کمی تهدید کند، نمیگم زوری کند، کمی تهدید کند. خواهر حلیمه شما بفرمایید. نام حلیمه رو گرفته بودم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. من نفهمیدم استاد جان، یک البته یک گونه سوال دادم گفتن که همین معلومه درستون اینو خبرش من درستون خیلی وضعیت وطن به همون معلوم میگن که بچه ما وقتی که وزرس بود در کالج سیم کورس بود، همونه ما پیشنهاد کردم که جیان خودم میتیم. میگه اول گفت که نه، بعد روزی شد که زنگ زد گفت که مایل شد چه خیلی میگیرم.
خیر میگه در آسیا توی گذروندیم سوز بودن میگه خیر شکر سه تا فرزند دارن احوازی میگه وقتا خیلی میشنم میخیزم میگه که شما همینه مرا مجبور دادین و ما باید نقص نمیبینیم همینجا میگه که همین تقدیر الهیه یا که همینجا میگه من سبب شدم همون میگه یک بار سوال میدادیم گفتن چی کردن فهمیدم باید دیدم ها بله فهمیدم جانش باشه میشناسه خواهر حلیمه برای هر یک تقدیر سبب خودش هست یک انسان میمیرد آره با سبب یگان بیماری یا ماشین زدن یا چیز دیگر مسئله تقدیر هر یک تقدیر سبب خودش رو دارد اما درباره این برادر یا این پسر بچه این خلق بعضی از مردانی ضعیف است اینها خودشان یعنی بعضی مشکلی های خود را در نماز کمتر میگه کوتاهی میکنه بچه مسئله نماز نیست اینجا مسئله زن و شوهری است همین مسئله رو دقت دهیم بعضی مردها کمبودی زن رو وقتی اصلاح کرده نمیتوانند یا خود رو اصلاح کرده نمیتوانند دامن مادر بیچاره رو میگیرن تو کردی تو نمیگفتی نمیشد تو کردین تو مرد هستی خودت مرد هستی و خداوند به دست تو اصلاح زن و طلاق رو داده است اصلاح زن در سوره نور همه میدونید یا اگر از حد گذرانید قدش قهر شدن یک مدت به اون نزدیکی نکردن حتی سیاست کردن یا حتی خش و تبارش رو فریاد کردن یعنی به دست تو داده است اینجا مادر رو تو کردی و تو نکردی گویان بجز مادر رو عذاب دادن یا گفته مادر رو اذیت کردن چیزی دیگر نمیگیرد یعنی مرد هستی مردانه و رفتار کن یا همسرت رو با راه‌های که شریعت اجازه داده است اصلاح کن یا خود رو اصلاح کن شاید مشکلی در خودت هست اما مادر بیچاره رو یک طرف بمان مادر تو رو کلان کرد برای ازدواجت کمک کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره مادر چیزی گفتن بعد از حق الله درباره حتی خودشان نگفتن یعنی احترامی که یک مرد باید مادر خودش رو کند یگان نفر رو در دنیا این گونه نباید بکند با این هم در اینجا مادر رو اذیت میکند هم به شخصیتی یا گفتیم ضعیفی خود رو نشان میده در اینجا مادر یگان خیلی گناهگار نیست در حالی که اینها 3 فرزند دارند یک دوم این که میگه جیانی من بود او میشناخت رو او میتوانست در زمانش بگه نمیگیرم من راضی نیستم مادر رو مجبور نمیکرد اما گفتید مادر اگر همین رو نگیری تو فرزند من نیستی اگر با او ازدواج نکردی تو رو عاقد کردم اگر این تهدیدها رو کرده باشد در حقیقت مادر گناهگار است چون که این گونه مادرها هم هستند میگن فلانی خشم رو نگرفتی عاقد میکنم فلانی خشم رو نگرفتی دیگر به تو دعایت نمیدهم اگر این گونه مادر کرده باشد مادر در اینجا گناهگار است ولیکن اگر چه مادر گناهگار است این الکی 3 فرزند دارد پس از 3 فرزند دار شدن با فقط مادر رو طعنه کردن و من این رو دوست نمیدارم گفتن هیچ کار پیش نمی رود اینجا یا جدی به قرار بیا زندگیت رو دوام ده و با مصلحت البته یا اینکه دیگر در بعضی حالت ها هست که بیهوده الله طلاق رو یا شریعت نکرده است و اجازه نداده است از هم با خوبی جدا شوید که من اصلا بعد از 3 فرزند دار شدن طلاق رو چیزی خوب نمیبینم استاد جان از یک زمانی که دختریابی خیلی قیم و دختر با نماز شب داشته است آره قرآن یک ویر حفظ کرده خواهرم نگاه کنید حاضر شما این چیزهایی که گفته استادید این از زبان مادر است مادر دختر رو چگونه میبیند شوهر دختر رو چگونه میبیند این چیز خیلی مهم یعنی شوهر چی کم بودی میبیند شاید مادر اون رو دیده نمیتواند کم نیستن زنهایی که نماز شب میخوانند تو روزانش شوهر از دستی و در گریز است کم نیستن برعکس زنهایی که اینقدر در نمازشان پایبند نیستن اما احترام شوهر رو آموختن و شوهر از او همیشه راضی است این مسئله رو از چشم شوهر باید دیده ما حکم کنیم نه اینکه مادر چی میگوید و اینجا شریعت چی میگوید فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلیها در این حالت ها کی در اینجا عیبش هست اساسا یک نفر مردی با انصاف با عدل از طرف دخترک از طرف مرد یک جای میشوند و مصلحت میکنند که اینها کی مشکلی دارد و کی مشکلی رو حل کند همین گونه فقط با شکایت کردن و گذشته رو گرفته روان شدن هیچ جا حل نمیشود سلامت باشد بفرمایید کلینم وقتی بایشون در تاجیکستان بودگی ده دخترک بودگیشون ده خرید کردیان یا سامانشون نرسیده همون بای فروشنده گفتم که من نمیبخشم
میگه فردا رفتم اما سوما بردم اما نیفتم. میگه چیکار کنم مقصد در ذمه‌شان بیستن مادامی که نمیبخشم گفته است در نیتشان است که انشالله وقتی یافتن میدهند. جزاکی الله خیر است. و یکم خواهر عمر عثمان شما بفرمایید. مادر عمر عثمان. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله برکاته. استاد جان سوال من همین بود که یک خواهر هستن در همین جا زندگی میکنن مدت 4-5 سال شده است. یک دو روز پیش مسافرت رفتن نماز قصر خواندن. از اونجا برگشته آمدن باز بلیت تاجیکستان دارن 2 هفته پس. در همین جای زیست هستن باز نماز قصر خوانده استادن. کسی به آنها گفته است که شما علاقه مسافر حساب میخورین. در جای خودت مسافر حساب نمیشوی. در جای خودت مسافر نیستی، تو در خانه هستی، پس از 2 هفته فقط سفر داری، قصر نمیخوانن، تو را میخوانن. سلامت باشید. امی آدم شما بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. یک زن هست 3 تا فرزند دارد الحمدلله. شوهرش میگه نماز نمیخوند. بعد گپای کفری زیاد میزنه. اما آدم به نماز خیلی زندگی کردن جایز است یا نه؟ با به نماز شوهر کرده بودم خیر نه؟ نه او را اول میخوند بگیم. اما نوشو کرده بود. نوشو کرده بود. همونم بس شاید سرای کرده بودم نوشته که میخونه تعریفش کردم که حافظی قرآن. خواهرم اینا ام آدم اینو 3 فرزند دارد. 3 فرزنددار نشده باید این چیز را یکم فکر میکرد. دوم این که آدمی که نماز نمیخواند چرا نمیخواند؟ اگر تنبلی کرده نمیخواند او گناهگار است در گناه کبیره، اما او کافر نیست. اما آدمی که میگه من تماما نماز نمیخوانم به گردن هم نمیگیرم او دین ندارد. با اون انسان در این وقت زندگی کردن ممکن است. اما من تنبلی میکنم میخوانم بعدن گفت در اینجا او در گناه کبیره است که در اینجا زن ببیند که آیا اصلاح کرده میتواند یا نه. و من در این باره پیشتر کلا جواب داده بودم. خواهر مدینه بفرمایید. سلامت باشید. مدینه قلنده رو شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. دو سوال داشتم علمه جان. اول همین که وقت شوهر میگوید من پگاه تو بگاه همین کار رو میکنم، اگر که نکردم ایمان من از کفر، هنگامی نکردن همین کار طلاق بشود بین نه طلاق نمیشود، هیچی نمیشود. کلمه که خواهر مدینه ایمانم از کافر بسیار خواهر مدینه یکم این قسم خوردن یک قسم اهل جهل است. ایمان من از کافر این گونه قسمی جاهلی هست تماما. یعنی پیامبر صلی الله علیه و میگن اگر قسم خوردنی هستی با الله قسم بخور، با الله قسم والله من این کارو فردا میکنم. گفته قسم بخور اگر به کردن باور داشته باشی. دوم اگر این گونه جاهلانه قسم خورده که این گناه هست، حتی بعضی علما گناه کبیره میگویند، قسم خورده خودت گناهگار هستی با این جهالتت. اما با زن یگان رابطه نداره، زن با این کافر هم نمیشود، طلاق هم نمیافتد. معلمه جان سوال دوم من که اگر شوهر روزی نباشد تعلیم قرآن دادن درست است یا نه؟ دادن یا گرفتن؟ مقصد میخوام که همین نزدیکای خودم دادن، نزدیکای خودم همین کتاب خوندم تعلیم قرآن دادن و میخوام که شوهر روزی نیست نگاه کنه. اگر پنهانی داده دو زندگیتون به طلاق و به جنگ و جنجال نرفت با که ندارد. اما گفتید من پنهانی دادم به طلاق میرود، زندگیم ویران میشود، بعد از این میگوید من فتوا گرفتم و زندگیم ویران شد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن خیرکم من تعلم القرآن و علم، بهترین شما کسی است که قرآن را آموزد و آموزاند. و هر علمی که آموخته شد با دادن زیاد می شود، با ندادن و در انسان می پوسد. و شما اگر شوهر را راضی کرده توانید اولا بهترین. دوم اگر گفتید یک ساعت هایی که در کار است من درس میدیم و هیچ ضررش به اون نمیرسد و نمیگویم و او هم اگر یک فهمید خانه ما به طلاق نمی رود با که نیست، شاید خداوند قلب او را کشاید. اما گفتید نه، او اگر فهمید، یعنی انسانی اذا خواستم فجر میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر قهر و جلدار شود دیگر میترکد، خانه را ویران میکند و به طلاق میبرد. در اینجا نصیحت نمیکنم که به خاطر درس دادن خانه‌تان را ویران کنید.
تشکر زیاد. سلامت باشید. خواهر زلفیه بفرمایید. باشم. ها بفرمایید. السلام علیکم علما جان. علیکم السلام و رحمت الله. دامنم که نچی وقتی خیلی جایی میگن هم جا میرم به دسترخوان مونده که چیزاش رو میدیه برخش دامنم و اون کس این نصیبه ها رو با ما میبیارن میگن که این حقی من شما چریزچور بسیار ساز نگیرید همینه گویید که آدم های محتاج بسید چخل میشه هم ما نبیاریم ما محتاج نیکو من حق من برای فرزندم ورسیدیم همین حاضر وقتی رمضان بریم همین کار دوام داشتیم این نصیبه ها رو خوریم نگام گناهکار میشه. خواهرم کرنه خودش نمیدونم طرفای جنوب میداند یا نه خاکستر میگرداند دیدان میگویند نمیدونم در طرفای دوشنبه در ما کرنه میگویند در اشت کینه هم میگویند یعنی خاکستر رو میگردانند و گویا حسد رو میبرند میخواد برای چشم زدگی و حسد و خیلی این کار رو میکنند یک شاخه های جادوگری هستین این بدین هیچ رابطه ندارد یک شاخه های جادوگری که کلمه هایش قریب که همه شرک هستند پری ها کمک کند چیزی دیگر کمک کند بعد خاکستر رو میبینند اگر چی شده باشد شکافی شده باشد میگن ببین چشمی کلان زده است چیزی دیگر میگویند این یک از روی فریب پول مردم رو خوردن دویمش یک شاخه جادوگری دیگرش سخنهای شرکی دارد و پولی که با این راه می آید حرام است خوراکی که با این راه گرفته می شود و خورده می شود حرام است نباید شما بخورید و در خانه اگر فرزندای سالم صالح باشن انشالله یک بار دو بار گفتن مادر ما این خوراک دست نمیزنیم این خوراک جایز نیست شاید مادر از این کارش دست کشه لیکن این چیز حرام است کردنش هم خوردنش هم یعنی در شریعت چشم هست العین الحق حدیث است در قرآن آمده که اصلا یزلقونک بابصارهم میگه الله با چشم تو رو یعنی به زمین می افتانن چشم حقیقت دارد اما علاج چشم با خاکسترگردانی نیست با کلمه های شرکی نیست علاج چشم با آیت الکرسی و خصوصا سوره فاتحه و با ناس و فلق خواندن است. سلامت باشید. خواهر ام اسماء شما بفرمایید. صدا من باشه؟ ها بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان بخشش سوالم خیلی مهم بود. برای خواهر میخواستن که مقصد سوال میخواد بود که گفتن آدم مخصوص مقصد برای شوهرش میتونه که مقصد یگان عضوی بدنش یگان خیلی بکنه این آیا به تغییر خلق الله داخل میشود یا نه؟ تغییر دادن جسم به ضرورت تغییر خلق الله می شود و حتی در شریعت چسبانیدن موی چسبانیدن قشخور رو چیدن تغییر خلق الله هست و برای شوهر باشد برای خودت باشد این حرام است کردنش و اگر از طب معاصر یا گفتیم از خبرهایی که الان درباره همون بوتکس و دیگر خرد و کلان کردن جسم ها با خبر باشید اکثریت بیماری هایی که شفا نیابنده است به خاطر همین اپراسیون ها یا به خاطر همین عملیات های زیبایی شده ایستاده است به کسلی رگ گرفتار شدن به پوسیدن بعضی از اعضای بدن گرفتار شدن خیلی پیامدش خطرناک است هم گناهی کبیره است هم خطر دارد و شوهر زمان گپش درباره زیب و زینت زن عملی می شود که اون گناه نباشد به خاطر شوهر حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مو چسبانیدن رو اجازه ندادن زنی که خیلی موهایش کم بود تماما ممکن نیست شوهر اجازه میدهد نمیدهد امر میکند زن باید در اینجا اطاعت الله کند. استاد جان سوال دیگر داشتم اگر اجازه باشد همین مقصد نسبت حرمت همسر خب در عائله مقصد این رو ناحرمتی گفتن ممکن است که با همسر مثلا شوخی های میکنی که در همسر دیگرها مقصد گویا همین خیلی معلوم می شود که گویا ناحرمتی کرده ایستاده همسر را اما از همسر میپرسم اون کس میگه که نه مثلا من شوخیات رو نمیفهمم اما مثلا وقتی که ما با یک نسبت ما بهترین است اینا رو دیگران مثلا ناحرمتی من نسبت همسرم یک وقت فکر میکنم یا آیا در حقیقت این ناحرمتی است مثلا شوخیایی که مثلا بین همسر کمتر اگر باید باشد
خواهر اسماء مادامی که شوهرتون میگه این ناحرمتی نیست مسئله دیگر، اما درباره در نزد مردم بعضی شوخی ها رو کردن، خواهرم پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر مردم بعضی کارها رو ترک کردگی هستن. مثلا میگن من میتوانم منافقین مدینه رو نابود کنم، اما مردم میگن محمد حتی پیروان خودش رو کشته ایستاده است. یا به حضرت عایشه میگن اگر قوم تو یعنی اهل مکه گپی زیاد نمیزدن، من دیوار مکه رو از نو دری کعبه رو از نو همان گونه که حضرت ابراهیم کردن میکردم. حکمت این است که مادامی که میدانید که بعضی شوخی های شما در نزد مردم، علل خصوص یک زن حجاب داری مسلمان، در نظر مردم بد میتابد، این رو فقط با شوهر در جداگانه نکنید. در نظر مردم این رو نکنید، خصوصا در نزد خویش و تبار شوهر. حضرت علی میگویند من سوالی داشتم درباره مزه یا شکستن طهارت، به خاطر اینکه دختری پیامبر همسر من بود شرم داشتم خودم ندادم. یک نفر صحابه دیگر رو گفتم همین سوال رو پرسی، نام مرا نگیر. یعنی ببینید احترام رو، ببینید حکمت رو. شما میدانید که شوخی شما از روی ناحرمتی نیست، اما در جای شما یا اطراف شما این رو بی‌حرمتی میدانند، در نزد مردم هم از جهت اخلاق، هم از جهت حکمت، هم از جهت اینکه به شوهرتون از خویش و تبارش سخنهای ناجا بالایش نبارد، این کارو نکنید. این گونه شوخی ها رو نکنید. یعنی در تنهایی من گناهگار نمیشم. مادامی که شوهرتون میگه من راضی هستم، گناهگار نمیشوید اینجا اگر شوهرتون قبول داشته باشه. چون که بعضی شوخی ها هست که شوهرها قبول ندارن، بعضیش رو میگن چیزی نیست، برعکس خوب است. و یکم الله نگهبانتون. احمد جان لقمان زاده شما بفرمایید. احمد جان نوشتگی خواهر نیستن؟ امی عبدالله شما؟ امی عبدالله هم نتونستن در آمده؟ ریانه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان سر اول عذر میپرسم برای سوالی دادم، شاید که از منطق کمک بیرون باشد. در روسیه زندگی میکنم استاد جان و معلمه پسر بچم یعنی که زودروز داشتیم، برای همون مبلغ جمع‌آوری کردیم. شوهرم هوای مبلغ من ده گذراندم. در همین جا من یکم سبحان الله حیله کردنی هستم، یعنی همین مبلغ در استوزه همین پسرم گذراندنی نیستم و همینه در مردمی مظلومی غزه گذراندنی هستم. آیا در همین دروغ گفتم، یعنی شوهرم دگویم که ها گذراندم گفته، من گناهگار میشم و آیا همین ثواب دارد همین حیله کردم در همین صدقه میکردگیم؟ خواهرم مسئله صدقه با دروغ نمیشود. اولا شما یعنی چی می شود اگر به شوهرتون بگوید که من همین مبلغ رو به معلمه نمیگذرانم، این چیز گناه است. اگر هم به تو ثواب می شود هم برکت خانه‌مون می شود، بیا به یگان محتاج میدیم. همین رو روی راست گوید چی می شود خانه؟ اگر که سر اول میگفتم که بیاید مثال گیرم مبلغ جدا کنید برای صدقه کردن، شاید که روا نمیکردم. نه خواهر ریانه، سوال من این است که شما حاضر به جای حیله و دروغ گفتن راست گپ بگوید که شما مبلغ رو فرستادید، لیکن به خاطر گناه بودن من این رو نمیتونم فرستاده، من این رو به یگان محتاج میدهم، ثواب میشود. گفتید شوهرتون چیکار میکنن که شما این رو نگفته راه دروغ رو پیش گرفته ایستاده؟ نمیدونم راست جوابشون چیه. این خیلی باشد نکنید این رو. خیر بیهوده چرا دروغ میگه؟ دروغ کدام وقت جایز است؟ دروغ زمانی که بالای گردن تو کرد موندگی هستند برای جان نجات جانت. این گونه دروغ کت شما آبرویتون میرود و وای دو سه تنگه که یک پول مقداری که به غزه روان میکنید در وجدانتون میموند که من شوهر رو فریب داده بودم گویان. این کار رو اصلا نکنید. به استادم نگذرانید. دیگر وقت در ما رمضان داریم برایتون یک هدیه آوردیم، گفته به خاطر شاید درباره رمضان یک فکرش دیگر شدن به استاد میتوانید یگان هدیه دادن در عید رمضان در ماه رمضان، اما برای زادروزش نه. لیکن شوهر رو این گونه فریب نکنه. یعنی یک عملی خوب رو با یک عملی چرکین هم همیشه میگم خواهران عزیز، اگرچه یک بار شرطه خوردید، یک بار حقارت شنیدید، درست شوهرتان گپ نزد اما سخن راست را گفتید، شما در نزد الله هم در قلب شوهرتان هم راستگو ثابت میشوید.
او همیشه میگه زن من راست میگوید، اما یک دروغ رو در شما دید تمام رو میگه این یک بار فریب کرده بود، شاید این بارم فریب میکنه. یعنی نترسید و راستی گپ رو گوید. جزاک الله خیر. و ایاکم. خواهر مسعوده بفرمایید. مسعوده هستید؟ انس شما؟ السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاده یک سوالم این خیلی که این خاننگی ها زیارتی الله خانه الله برفتند و یک کتاب آوردن، کتابی ازبکی بوده است و ایها خاننگی ها گفتن که خوانده کند و همین و کتاب بنویستگی که بعد از ویتر ذکر بوده است. همین درست است می استاده؟ چه خیلی ذکر باشه؟ ذکر چه خیلی باشه؟ حاضر من همینه در تلفنم سختنی کردم استاده. تا حاضر میخوانم شما به این نوشتگی کی استاده رب الملائکه و روح بوده است. یکی ذکرش سبحان الملک القدوس. سبحان الملک القدوس. آره حدیث است در این باره. سبحان الملک القدوس رب الملائکه و روح، در بارش حدیث است ثابت که پیامبر بعد از نماز ویتر این رو میخوانده. یعنی که دو طرف به سلام داده همین رو آره. یک بار گفتن است به فکرم، زیاد نه. سلامت باشید، اما حدیث ثابت است در بارش. از شما هم خواهر انس بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان، من همه ویدیوهای شما در یوتیوب تماشا میکنم. سلامت باشید. از برای الله شما دوست می‌دارم. احبکم الله. بسیار ویدیوهای شما تماشا کرده در اویلا همه چی میفهمونم، بسیار چیزی میکنم. هزار رحمت برای ویدیوتون. سلامت باشید. فضل و منت از طرف الله خواهرم. بفرمایید. هزار رحمت. خواهر مؤمنه خان شما بفرمایید کنید. مؤمنه نتونستید میکروفون باز کرده. دلارامی دیگر، دلارام به تاجیکی نوشتگی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. رمضان وقتی ما داشته گشتید می؟ الحمدلله خواهرم بفرمایید. الله قبول کنه، دعاگو باشید. آمین. پرسیدنی بودم که آخر ما در روسیه کار میکنیم، همراه ما آخر روسا کار میکنن. وقتی کارگرامای خواهرش گذشته است، من اگر نویسم که آخر همدردی گویا بیان کنم گناهکار میشم؟ نه گناهکار نمیشوید. برای همدردی الله مغفرت کند، جایش را جنت کند، با این گناهکار میشود انسان. برای آنکه برای مشرک و کافر طلب مغفرت نه، لیکن برایتان صبر میخواهم، غمی آخرینتان باشد. این چیزها رو گفتید، انشاءالله به این گناهکار نمیشوید. انشاءالله به این گناهکار نمیشوید. یک خوبی و اخلاق شما رو میفهماند. خواهر راضیه شما بفرمایید کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان، پرسیدنی بودم که مثلا اگر در خانه مثلا شوهر قطعی نماز جماعت شده خانه داره، مثلا شوهر در تجوید خطاگی دارد، مثلا من بفهمم ده انشالله خیلی اکو میگم شه اصلاح میکنیم که خیلی اکو وبریم در وقت نماز خیلی ویران کردن نمیشد که همه انشالله که چی جایز است جماعت. خواهرم تجوید اگر اخفا باشد، خواهر راضیه، تجوید بعضی خطاگی ها هست که نمازش درست است، به نماز گناهکار نمی شود. مثلا بعضی اخفا رو نکرد، مد رو یک مد کشید مثلا، یا 4 مد رو 2 مد کشید مثلا. ما خواهر راضیه 2 نمود خطاگی تجوید داریم. یک دقیقه 2 نمود خطاگی داریم. یک نمود خطاگی که تماما معنای قرآن رو نصف میکند، تماما فتح کسره رو نمیکند، الف رو نمیکشد. مثلا صالحین رو صالحین میخواند، مثلا عموما مدها رو نمیکشد. در اینجا از قفایش نماز نخونه، چون که قرآنش تماما یعنی خطاگیش جدی هست، باید درست کند. اما بعضی خطاگی کت میده که اون معنای قرآن رو ویران نمیکند و از حد مثلا تجویدش خیلی قوی میتواند اون خطاگی ها رو نداشته باشد. مثلا بعضی حرفا رو با صفتش خیلی خوش رو نمیتونه، مثلا
حرف داد را عد مثلا عد میگوید و زود میگذرد، د به مانند میکند، مثلا داد خشرو نمیکند، در اینجا معنای قرآن دیگر نمیشود و انشالله نمازتان هم درست است. اگر خطاگی های جدی باشد در عقبش نماز نخوانه، مادامی که میدونه که بعد خواهر راضیه آیا معنای کلمه دیگر می شود یا نه با خطاگی او؟ به این دقت دهید برای اینکه خیلی گفته استادم دیگر نمی شود. بله گفته بودم که بله بعضا حرفایی که مثلا تا میخوانیم تا میخواند تا را با تا را تا کردن دیگر برو تا کمی فرق کند اگر انشاءالله دیگر نمی شود. یعنی تا را کلن ت خواند در اینجا خطاگی جدی است. و بعضا یا همیشه به این هم دقت دید چون که همه بعضا خطا میکنن، یکی شو دیگر خواندگی نیست. شوهری من تجویده اکون سرکرساده است، هوای به کم ترکی شدم تمام میخوانم خودم میفهمم که به حد خطاگیش جدی به حد تمام در اینجا قطعی نماز نخوانه، کسره میماند، انا همه خیلی جدی خطاگی میکنند. با جای فتح کسره موندن تمام معنا رو ویرا میکنند. خیلی جدی از خطاگی. انشاءالله اصلاح شود. الله نصیب کند. ماه قرآن است. خواهران عزیز همینجا با آخر رسانیم سوال و جواب را. صحت سلامت باشیم. روزای نزدیک باز همراهتان در صحبت هستم انشاءالله.